آقای رئیس جمهور جمع شما خوش آمدید اینجا آمدید، ولی واقعا دیگه فایده نداره. آقای رئیس جمهور ما اینجا آمدیم، ببین ما معدن 22 سال معدن کار میکنیم، اصلا هیچ کدام شما نمیدونیم معدن کار یعنی چی. حالا یادتون افتاده آمدید جمعشون آمدین، 40 نفر ما رو از دست دادین، 170 تا بچه اینجا بی پدر شده، مادرشون 40 تا زن بیبه شده، ما اصلا نمیدونیم بخواد چیکار کنیم. چرا ایمنی نداره؟ شما هیچ که پیگیر نیست. آقای عزیز شما ما چند سال پیش آمدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم، ما رو با بتونه همین همکارا شما زدن فرار کردیم. پارسال آمدیم فرمانداری 14 ماه حقوق نگرفته بودیم، آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم، با زنام آمدیم، خانما ما رو آوردیم که حق ما رو بگیریم. یعنی تو رئیس جمهور متوجه نشدی؟ ببین ما الان 20 آقا اجازه بدید من حرفمو بزنم. من 20 میلیون تومان از این شرکت طلب دارم، 10,000 تا پول تو خانم نیست بچه‌م ببرم دکتر. آقای رئیس جمهور کارگر این زبهن 1 میلیون تومان حقوق میگیره، وجدانن شما با 1 میلیون تومان میتونید زندگی شما بگید چی میگید؟ آقای رئیس جمهور تو اجازه بدین آقا، این شرکت هر کس توی معدن داره کار میکنه 20 سال 25 سال کار میکنه، بازنشست میشه 1 میلیون و 400 تومان بهش حقوق میدن. این با 1 میلیون و 400 تومان بچه‌اش ازدواج میکنن، 1000 تا گرفتاری داره، دیگه نفسی برای کار نداره. چیکار کنیم؟ اینا همه آمدن اینجا. آقای رئیس جمهور خواهشی که از شما دارم، این معدن آقای رئیس جمهور 1700 متر رفته بدون تعبیه. این مسئولین ما کجا هستن؟ دیشب معاون استاندار میگه معدن گاز نداشت، بیارش اینجا ببینم کجاش گاز نداشت. دروغ میگن همشون. ما فرماندار نداریم، بخشدار نداریم، استاندار نداریم. شما ساختمان پلاسکو 14 نفر مردن، چی تشییع جنازه انجام دادید؟ چرا برای این مردگان ما تشییع جنازه‌شون اینجوری شد؟ ساختمان پلاسکو 14 نفر مردن، چیکار کردید تهران شما؟ اینجا 40 نفر مردن، این تشییع جنازه‌شون چی شد؟ این مادران رو نگاه کن، این خانومشه 7 بچه داره اینا، چیکار کنیم ما؟ آقا نون نداری بخوری با قرآن مجید. من دلم درد داره، بذار حرفمو بزنم، من داغ دارم، بذارید حرفمو بزنم. همه شما مردن، 40 نفر اینجا مرده، 1 ماه دیگه نمیتونیم اینا رو بیاریم بیرون، 40 روز دیگه نمیتونیم بیاریم بیرون، همه بو گرفتن دید آخر. آقای رئیس جمهور خواهش ازت، تا الان کجا بودی؟ شما معدن اصلا میدونی معدن کار یعنی چی؟ معدن کار یعنی چی؟ ما داریم آقا بیمه ها ما رو نمیریزن، ما کار میکنیم بیمه ها ما رو 1 سال کار میکنیم 6 ماه بیمه میریزن، بیمه ما رو کتابخانه رد میکنن، بیمه ها ما رو آرایشگری میزنن، سخت زیان‌آور به ما نمیدن. آقای رئیس جمهور چیکار کنیم ما؟ 15 سال معدن زمان انقلاب 15 سال معدن کار میکرد بازنشست میشد، الان 25 سال کار میکنیم بازنشست نمیکنن به ما. آقای رئیس جمهور بذاری حرفمو بزنم، دلم درد داره. تمام زنا همه آمدن اینجا، 1 هفته اینجا ماندن، اینا همه خواهرهاشون بچه هاشون اینجاه، اینا پسرهاشون همه اینجاه، خانوادهشون اینجاه. ما نمیتونیم دیگه توی معدن کار کنیم، نمیتونیم آقا. نه بذار من درد دارم، درد دلمو بگم. بذار رئیس جمهور دیگه اینجا نمیاد، تا 50 نفر نمیرن رئیس جمهور دیگه اینجا نمیاد، به قرآن نمیاد، هیچ کس نمیاد درد دل ما رو ببینه. درود. من برادر عزیز من